دیگرگونی‌های نو در طرح قانون مطبوعات که قطع و بازداشت فعالیت رسانه‌ها را پیش بینی می‌کند، جامعه ژورنالیستی تاجیکستان را شدیداً به تشویش آورده است. طبق لایحه جدیدی که به پارلمان پیشنهاد شده است، من بعد به دادستان کل و دادستان‌های تابع او نیز حق داده می‌شود برای قطع فعالیت رسانه‌ها درخواست فرستند. در عمله بین المللی و در عمله دولت‌های همسایه ما فعالیت رسانه‌ها فقط در دو حالت می‌توانند بسته شوند. یکی با قرار صاحب رسانه‌ها، دیگری با قرار سود. احتمالاً آنها می‌خواهند که با این عمل خود قدرت نهادهای انتظامی را از جمله پروکراتور گنرال را در نزد جامعه برالانشاندن. یگان تاثیر نمی‌رساند و همه رسانه‌های مستقل بسته می‌گردند. چون که خواهیم نخواهیم در جای رسانه‌های مستقل ما خیلی ملی اند، خیلی دولت پرستند، خیلی وطن پرستند. از منافع ملی و منافع دولتی خود همیشه محض رسانه‌های مستقل حفظ می‌کنند و اما خواه نخواه در جای ما مقامات دادستانی، پارلمان، مقامات حفظ حقوق اینها را تنقید میکنیم. دیگر چیکار باید کرد در این کشور؟ یا خودمون بسته میگردیم یا پارلمان ما را میبنده دیگر، یا پروکراتور و دادستانی. پیشنهاد تغییر در قانون مطبوعات هم در حالی است که رسانه‌های مستقل تاجیکستان مشکل‌ترین روزها را پشت سر می‌کنند. از یک سو فشار و خودسانسور و از سوی دیگر هم بحران مالی باعث شده که نشریه‌ها 50% خواننده فعال خود را از دست دادند. قانون مطبوعات دوری و دیگر واسطه‌های اخباری عامه سال 1990 تصویب شده تا امروز با آن 6 مراتب تغییر و علاوه‌ها وارد شده است. در تحریر آخرین قانون مطبوعات تاجیکستان که سال 2013 از سوی رئیس جمهور امامعلی رحمان امضا شد، ترتیب قطع فعالیت وسایط اخباری عامه وجود نداشت. نمایندگان برخی از رسانه‌های مستقل با توجه به اینکه هیچ قانون پیشنهادی از پارلمان پس نمی‌گردد، معتقدند که قانون مذکور نیز با تمام آرا تصویب خواهد شد. اگر به همه تغییر لوحه وارد شود، دست مقامات پروکراتور را برای مثلا بستن و محدود کردن فعالیت رسانه‌ها خیلی دراز خواهد کرد. من فکر میکنم که باید جامعه ژورنالیستی تاجیکستان با چنین اجازه ندهد که این قانون به تصویب رسد. حتی اگر در صورت به تصویب رسیدن، من پیشنهاد میکنم که جامعه ژورنالیستی تاجیکستان به کارپرتایی مثلا دست بزند. کارشناسان پیشنهاد تغییرات به قانون مطبوعات را مشت به دهان رسانه‌های مستقل می‌دانند که در شرایط فعلی آخرین رکن جامعه شهروندی دانسته می‌شوند. به تاکید آنها در حالی که برخی از وکیلان بازداشت شدند و روشنفکران از گفته حرف آزادشان خودداری می‌کنند، تنها رسانه‌هایند که موضوع و پرونده‌های حساس را تا حد امکان مطرح و نشر می‌سازند.